خواهر امتحان آخری چیکار کرده بدادی ندادی؟ من دیگه خیلی خونده بودم. اشته بود. خیلی خوب بود. همین سالا خوب بنوشتم. فکر کنم 2 سال من نصفه شد. جوابیو. من نبودم اون روز. من نبودم از ما از بیشتر از 28 نمره بگرفتن. از شما از چیل حساب میشه از ما از 28. دوره ستاش چه کار میکنه؟ من نمیری. من که میرم دیگه. هم رو سنفیامو میره. تقریبا هم میرم. فقط هم فکر کنم فریبا گفته که پیار کمی مشکل داره. مریض خاطره مادر گفته نمایه که برید پولم نداره. من مال آقا بریم 15,000 بدادم. گفتن این 15,000 بگیره باز اگه پول کم بود کردی باز بگو من از امیرات برای تو ری میکنم. یعنی تو چیکار کردی؟ گفتی با آقا خوب مادر؟ گفتم. چی گفتم؟ ایت دل نادیله دیگه. مادر پیار خونه گفتم مادر ما ایت دل نادیله. میگه میگذاره نمیگذاره میچوم بغم بموندم میگذاره نمیگذاره دیگه چیکار کنم؟ بلکه بگذارم دیگه. میچوم دیگه دوره مهمی هم است کار عملی همه با اونجا همه چیزا رو یاد میگیریم. خدا کنه بری اگه نری تمام زحمات تو دیگه برباد میشه. به تئوری چی یاد نمیگیرم آدم. میگم یک چیزی ماستم بگم یک گپی. چه گپی؟ یک روز آمده بود بران رو برد بدم پنتون. یادتونه؟ برد شما؟ میچون تو بدیدی یا ندیدی؟ هم در خودی تو خدافیزی کردم برفتی. همون روز تو بدیده بوده. میچون خودم پنتون شلوغ که آدم متوجه میشه دیگه. من اینطور از پنتون که خلاص میشم نمیستکم مثل زود میایم. ندیدم متوجه نشدم. چرا خواهر؟ هیچ خواهر اگه از من دیق نشی همون روز بران دیگه بدیده بود تو. خب بعد بریم گفته که اشته دختر خوبیه، دختر با نجابتیه، با حجابیه، سنگینیه، خیلی خوشی آمده بود. گفت همین که هم کلی خورتم اندازه هر روز که میام برات تو میبینم کلی و تا انداختی تیز میره هم سچرخ بالا میشه میره. ایتنیه مثل بعضی از دخترها. خلاصه خیلی خوشی آمده بود. گفته که اگر خانواده اینا رو میشناسی میفهمی که یعنی از دختر اینا که معلوم میشه که از خانواده اصیلی هم بفهمیدی. بعد اگر خودی مادر خودی آقا جان خو اینا گپ زنی من بیام به خواستگاری تو. ای خوار اتگاپار نزنیم به قرآن اگه پیارم خبرش مر میکشم و تو خانواده ای نیستیم که دختر به سر کشور کنه. خوار من که گپ بعدی نزدم دیگه. بعد از اون هم بیام برای تو بگم ببینم تو قصد ازدواج داری. خب بعد ما که خدایی نکرده نماییم که کار ناشرعی بکنیم. خب همون به نکاح مسلمونی خودی هم ازدواج میکنیم دیگه. من گفتم اول برای تو بگم نظر تو رو بپرسم دیگه. دخترم گوله هر کس میایه بوی میکشه میره دیگه. مشتم خوار من نمیتونم فعلا به تو چیزی بگم. به پیار خونه میتونم چیزی بگم به او خاطر که با به سری و بد میکنه. باش به مادر خود بگم خود مادر خود سلام مصلحت کنم باز مادر من چی میگه یک ذکر. خوبه باشه پس من میرم دیگه. تیاره خب باز خبری بدی بریم. سه یه با به تو پیام میکنم. از ستاجم بگی بری آقا جان. خوب سه یه با میگم که میگذارن نمیگذارن. ببین میگذارم خبری بدی. خوش بیامدی. زنده بشی. برم دیگه. خداحافظ. خداحافظ. خوش آمد. سلام مادر چطورین؟ خوبی؟ بخیر سلامتی؟ مانده نباشی. شکر بخیر باشیم. خب چه کار شد مادر؟ خود پیار ما گم زدیم من دوره ستاش خب برم نرم چه کار میشه دخترها میره فردا پس فردا که من آمادگی خوب گیرم. نه من جرئت نکردم به پیار تو بگم. چرا؟ پیار تو میبینی که بیکاره کارا خوابیدیه پولم به دست بالی نیه. من جرئت حق فردا نمیشه خود پیار تو گردن بگم پول بده کی بده. خب مادر من دکتر فارغ شما زمین دوره. خب من چیکار کنم؟ مهمه دیگه چه کار کنم؟ من نفهمم نه پیار تو من خود تو پاک بپیزم هم بری و میگی. من نمیتونم گفته. بعضی هم نمیکنه. یادم که میگفتم شما خیر بود دیگه با اگر نمیکرد باز من میگفتم. و چی میگفتم؟ میگفتم بدی 10,000 روپیه که بخواد دختر تو بره تفریح. تفریح نیه ما در دوره ستاژ کارعملیه. و کار عملی باشه یا در چی مای باشه دیگه. بلها تفریحه دیگه. من نمیتونم گفته خود تو میده بشی مقبول بگیزه به پیره خوب بگو که بده بده تو پول. مادر ما یک چیزی به شما بگم. خب بگو چی میگی؟ میگم امروز روز که سارا بیامده بود به خانه ما یاد شمانه. خب درباره دوره ستاژ گپ زد که بریم نریم. امروز گفته که من بیامدم به خسرونی. با گفته تو خود مادر خوب گفتم مادر تو چی میگم مثل که برار یا مر بدن پانتون دیده بودم. با گفتم ما با شما بگم که شما چی میگی.
ای بر بومو دردن تو دختر به زن خاک شه این دیگه با کجا دل خوب اخزارو من رو به پیاتو چی بگم من تا پنتو دختر تو خوشو پیدا کرده خب گناه ما چیه؟ ما در خود بیا آمدم با شما بگفتم دیگه. بد کرده غلط کرده دردن به زن خاک شه این گپ اگه من به پیاتو بگم به خدا سرم خوشک تراش میکنه میشته بری بگم من علی اگه بری بگم ستاش متاش دمی چی میشه میگم مرد خود شما که آمدن به خونه آمدین چرت زدین یا سر شما به دست شما بود یا پا شما به دست شما بود دیگه یعنی بیچورت هم میشه زن. چه کاره دیگه خدا نکنه چه چرت بزنه چه کاری نداره سودا معامله همین فعلا همین هر چی سودا معامله میکنم به جز ضرر فایده به تعینانیه دیگه هم میشه که من چرت نزنم. خیر سر شما سلامت باشه میگم همین دخترها به طرف تو پول جمع کردم دوری همین ستاج نمیگم چیه ما برم با کابل یعنی این 15,000 روپیه پول مایه من که بریم بگفتم که پیاتون نداره و نداره بگه با خود شما خوری دختر خود گرد زنی دوری ستاج مای به کابل بره همین من برم با کابل دختر هم کار عملی برم کلینیکا برم ها خب ولی اینا من برم با کابل بگه چه خبر دارم اونا برم اختیار خودم این اگه ما استاج اونم یکی دو تا کلینیکا رفیقام هسته بعد اینا صحبت میکنم برام دوری استاج اینا قابلگی هر چی هست برام اینجا برم نمای که از اینجا دختر ارتینی با کابل بره خود دختر شما یکی نیه همه دختر بیخی 100 تا باشه 100 تا باشه زن این پس سوام قومی نمیشناسی باز از هر گوشی یک صدا بیرون میشه که دختر یکی و خص بره با کابل دوری ستاج خود رسی یک چیز دیگه به شما بگو از جمع نرفته همین همسینفی و مای بیا به خستونی بری براغ خود چرا خود میزنی نداره دیگه چه کاره دختر که در پانتون به خود خستون پیدا کنه دیگه من خدای دختر چی رقم کن چی نکن بریم سکو تو آخیقت بالا تو بتادینا تو چری دیگه پا میزنی دختر گونه خونیه هر کس میبوی میکشه میره او که نرفته خودی از اون نمیشناسه همسینفی و خستونی که مای خستونی کنه برای براغ خود با خونه مای بیا خستونی آدم پنتو کون نبرده یعنی من بچه برار ندارم بچه خوشلوچه ندارم اینا همه هیچی که دختر مدام پانتون نمزاد داشته من به قوم دختر خود نمیدونم بس به قوم نمیدونم به قوم اندر کلمی گپ نشه مگری بسوزم بسازم چی دختر برنج ببره چی نبره همین بیگونه خوبه هم که برم جلوی میسته کنم از اون پینی میگیرم از اون برق سر میگیرم خود باید خطا میکنم خب بقول میتونه گپ زنه بیگونه همون اجازه میده که تو از فرق سرتان نخون بچه براخ میتونه گپ زنه ایزن کسی که مردم که نشناسی خیشی کردن مشکله اما در با تو بگم هیچ مشکلی خیشی کردن خیلی کسی که نشناسی مشکله هیچ مشکلی نیست ما دیگه تو کنه فکر نباش تو خودی قوم چند تا دختر قوم دارو بس دیگه یک دختر بخزا به بیگونه بودو آخه بیگونه که دختر مدام پانتون بیزو خستون پیدا شه پس سوامی قومی رو میر با توف میشورم حالا من کار ندارم اون دختر خود صدا کن بابا ستاج هم نقصار که بره بشو هم ندی اختیار خود هر کار می بکن این توی هم دختر تو صدا کن که بیاد کجای دختر؟ من صدا خود نه نقصه که پاتون گوش کشو سلام کیا جون. و علیکم چی میگه مادر تو؟ چی میگه مادر چی گفت؟ تو میگه دوری ستاج تو بمی هیرات نمیشه که تو از اینجا میگی با کابل بری خب بیا همگی میره دیگه من و همگی میرم برم همه خور مردم با چا میندازه تامین دزی همین جگاه یکی دو تا کلینیکا هست از دوستامونه خدای اینا صحبت میکنم همین دوری قابلگی خود میتونی ستاج خوب بری به همین جگاه بخونی تو از این جگاه چیه که باز بری به کابل بری باز همین لازم پول از کجا بیارم خود به در قرض میکنم از این قرض دار بزی قرض دار میدم از این قرض دار بزی هی کلاهبازی میکنم با تو 15,000 روپیه ما تو پیدا کنم بی پدر باز یک چیز دیگه تو آدم پانتون میگم بخو خستون پیدا کردی بودی به تقویم کله خوشته بالا کنم خب بیا خود اونو بیامده من خونه خود اینو بد کردم نمیتونی سه پدر نات بگی که بری اینا بگی ما بدم پانتون خوش ندارم خانواده ما خوش نیه خودی گپ بزنم اونا من بیام بخورم گپ نزن زن تو خدا کلمه خراب نکنه که بهم هر کاری به جلوی روم بستدی بهم هر کاری واجقی کردی همین دختر منی اصلا دیگه به دوره ستاج میذارم نی امیر به شو میدم و گپ میفهمی یا نه